سلام دوستان عزیز و عزیزان گلم که نتونستم ویدیو براتون بذارم، ویدیو رو ضبط کنم و منم یه ایرادی داشتم که ویدیو رو آپلود کنم. یه ویدیوی دیگه هم آپلود کردم که آپلود نشد و ما رو درد سر انداخت، یعنی نتونستم ویدیو براتون بذارم. این ویدیو در مورد یه رمزیه که باید بدونید و مهم هم هست. این ویدیو در مورد لاک و کامتون زنگوله رو بزنید. من بریم ویدیو رو بهتون بگم ویدیو چیه. این ویدیو در مورد و تصویرمون ببرم و دوباره بازیش کنم. خب بریم ادامه ویدیو. خیلی سخته میرسن ویدیوهاش، خیلی هم بسته میکشه و این هم ادامهش براتون میگم. مصرف اینترنت بعد یه ویدیو میخوام بسازم و در مورد مصرف اینترنت. این ویدیو در مورد آپاراته، چجوری آپارات یه کاری کنیم که بسته رو نکشه، مثل یوتیوب، مثل اینستا، مثل همه اینا بسته میکشه. خب وارد آپارات میشید. من میخواستم این ویدیو رو براتون نذارم، دیگه آپلود هم بشه، دیگه آپلود شد. روی بزنید. این چقدر مثل یوتیوبه، اما فرق داره از یوتیوب و اینا. حساب خروج، حساب آبلین رو بزنید. من ویدیو اینجا نمیتونم بذارم چون من تو یوتیوب میذارم، تو اینستا میذارم، دیگه این آپارات دیگه نمیتونم ویدیو بذارم چون ویدیوامون خیلی. برمیگردیم میریم قسمت تنظیمات بالا خوب. به قسمت تنظیمات که رفتیم مثل اینستا اینا اگه داشته باشه، یعنی صفحه جویی داشته باشه و این ویدیو باید کامل بره. خب اینجا تنظیمات شو ویدیو رو قطع کردم، دوباره آوردم و ببینید نداره صفحه جویی داده ها نداره، یعنی میتونم، اما
این داره نمایش. شما وقتی اینو میزنید مثلا آزاد باشید یا که فعال باشید داده شود. نظرات مثلا این بار نظراتش. حالا شما برای صفحه جویی در این آپارات شما برید بیرون آپارات، اینجا کلیک کنید، اینجا دیدی اینو بزنید، و برید پایین اینترنت موبایل تیچ